اجازه بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن ذات که احد واحد قدیر و قیوم است. اولتر از همه توفیق پیشوای بشریت خدمت همه خواهرها و برادرها ارائه میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب دوستان، جناب دانش، جناب زیاد، همه بزرگان جادی، جناب از هر کس به اجازهتم نام نمیگیرم چون یک ساعت وقت خواب گرفت و نماینده های محترم ملت، خواهرها و برادرای عزیز. یک سال پیش اکثریت مردم تشویش داشت. جامعه جهانی، تحلیلگرای جامعه جهانگری به ناامیدی طرف اوضاع افغانستان می‌نگریستند و میگفتند که افغانستان از این آزمون خدای ناکرده پیروز نخواهد برآمد. ما مردم افغانستان همیشه ثابت کردیم که دنیا ما را درک نمیکنه، ما خود درک میکنیم. در 24 جوزا این ملت عظیم چند چیز ثابت کرد. یک، ما مردم باورمند به حاکمیت قانون هستیم. از بیقانونی، از زورگویی، از تهدید خسته شدیم. زبان منطق، زبان قانون ارج میگذاریم. میخواهیم قانونمند باشیم و میخواهیم با انگشت خود، نه با ماشه، آینده خود تعیین کنیم. ما حاکمیت قانون به نظریات شخصی و به سلیقه‌های شخصی ترجیح دادیم، چون طبق قانون اساسی میگه مردم اصل هستند، اراده ملت در دست مردم است و مردم ثابت کردند که ما اکثریت خاموش نیستیم، یک ملت آگاه، بیدار و همه آگاهانه تصمیم میگیریم. از این جهت زیادترین قربانی را ملت داده و من میخوایم از تمام شهدای ما و تمام مجروحین ما یاد کنم. دو قصه را من میخوایم امرای همه شریک بسازم. یکی از همکارای ما در بدخشان مجروح شد، انتقال دادیمش در شفاخانه 400 بستر. ما به دیدنش رفتیم. نیم رودشه کشیده بود، پیشانیش بوسیدم. جوان بسیار برومند بود. گفت اگر صدها قربانی بتیم ثبات افغانستان و آزادی افغانستان ما ضامنش می باشیم. بلا قصه لطانه ای نده، حالت دود ده، تاسته معلوم ده که څوک حق ته ورسیږي ټول کلی غم کې شریکېږي. پلارو ځوانه جلۍ ستر ټول ورباندې ګرانه وه. یو ورځ مخکې د انتخابات نه حق ته ورسېده، خپل میرمن ته لاړه، ویلې زه تا نه یو غوښتنه لرم. ویلې غوښتنه دې څه ده؟ ویلې غوښتنه مې دا ده چې ولس ته مه وایي چې ما ګرانه لور حق ته رسېدلې، سبا موږ باید رای ورکړو. سبا ټول لاړل، رای ورکړله، بیا یې جلۍ خاورو ته وسپارله. در مقابل اراده این ملت معظم ما باید سر احترام پایین کنیم و چون ملت ارادهش معلوم است، ما هویداست که سیاستمدارای افغانستان فوق اراده ملت تصمیم گرفتن نمیتونن. هیچ کس فوق قانون نیست، ما همه تابع قانون هستیم. قهرمانای اصلی حماسه 24 جوزا، زن، مرد، پیر، جوان، عالم، فاضل
دهقان، کارگر، غریب کار افغانستان است. این انتخابات نبود، یک بسیج ملی بود. این بسیج نشان دهنده عزیز که مردم افغانستان میخواهند گذشته تلخ پشت سر بگذارن و به یک طرف آینده روشن با وحدت ملی در پرتو فرمایشات دین مبین اسلام قدم بگذارن. کسایی که راجع به مردم سالاری و تعهد مردم افغانستان به مردم سالاری شک داشتن غلط ثابت شدن. بستر مردم سالاری تیار است. مردم در گذشته هیچ وقت بحران آفرین نبودند. بحران سیاسیون افغانستان در گذشته خلق کرده بودند. این بار مردم افغانستان و سیاستمدارای افغانستان اجازه نمیتن که بحران خلق کنند. هیچ کس اراده ملی را، حاکمیت قانون، اصول و روابط ضوابط انتخابات زیر پا گذاشته نمیکن. از این جهت به نمایندگی جناب دانشتر، جناب احمدزیا خان مسعود، شخصیت‌های همه شخصیت‌های محترم ملی، ما میخوایم که اول تعهد کنیم حفاظت از آرای حق و آرای حقیقی مردم ما و آرایی که بر ما داده شده فارق تقلب است، آرای پاک است. حفاظت از این آرا وجیبه ملی ماست. زغوارم واضح وایم موږ تاسې پرایه معامله نه ده کړې، نه کوو. دلیل بسیار ساده است. تیم تحول و تداوم ارتباطش با این ملت بر اساس یک قرارداد اخلاقی، سیاسی و اجتماعی است. این یک تعهد دوامدار است که آرزوهای ملت برای تحول بنیادی و متداوم ما عملی کنیم. در این قرارداد صاحب اصلی از این وطن مردم افغانستان است. دهقان که 16 ساعت کار میکنه و در آخر روز 4 نفره نان دادن با مشکل میبینه، اونو فرد است که ما را به این مقام رسانده و ما مسئول هستیم به این دهقان. کسب کار که رشوت زندگیش تهدید میکنه، تاجری که رقابت کردن نمیتونه از خاطر که قاچاق جلوگیری رقابت نمیگیره. ما مسئول به اراده ملت هستیم. بنابراین معامله سیاسی که منجر به تشکیل یک شرکت سهام می شود در فرهنگ ما جایی ندارد. درک ما از اعطای صلاحیت که میلیون ها افغان و تیم تحول و تداوم کردند یک امانت است. ملت همیشه از ما حساب خواست و ما پاسخگوستیم. از این جهت عرض مایی است که سکوت ما در این چند روز به اساس احترام و فرمایش‌های کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون درخواست کرد که پیش‌داوری نکنه. کمیسیون گفت منتظر فیصله های حقوقی باشه. کمیسیون گفت به طرف تشنج داریم و این خواست کمیسیون خواست ملت بود. بنابراین ما احترام گذاشتیم. فاروقی صاحب گفتن مشکل ما ای بود که 3 هفته آخر کمپاین دندانم شکسته بود، اما دکتر گفت 2 روز
استراحت کردم میتونی؟ من گفتم در 2 روز مسیح ولایت از دست دادنم میتونم. بنابراین درد دندان چی؟ درد جان از خاطر افغانستان تحمل میکنیم. دندان کشیدن، دردش هنوز باقی مانده. ما همیشه متحد با قانون بودیم. دور اول انتخابات دیدیم، هر بار فیصله کمیسیون محترم انتخابات ما از پرده تلویزیون دیدیم، هیچ نوع تماس با ما گرفته نشد. مکتوب فرستادیم که اعلانات قسمی نکنین، اعلان نتایج به یک بار کنین. کمیسیون فیصله کرد 800,000 رای سرش گمان تقلب داشتیم، بازم کمیسیون شکایت فیصله کرد. ما سر تعظیم گذاشتیم و به دور دوم رفتیم. چرا؟ چون بدون قبول حاکمیت قانون یک پروسه قانونمند با پیشرفت نمی‌ده. ما نتایج اعلام نکردیم، کمیسیون نتایج اعلام نکرده. یک سوال بنیادی پیش میشه، تیم اصلاحات و همگرایی باید با ما توضیح بدن که چطور میفهمن که ما 1,000,000 رای از پیشان پیش هستیم که خودشان میگن. تیم محترم ناظرین بسیار زیاد داشتن، در سرتاسر افغانستان شبکه‌های بسیار وسیع معلوماتی دارن، حتما درشان معلومات رسیدن. این بخش شاهدیشان ما قبول میکنیم. سنگا خواهین دورونم سوکسزان من شاهدی رو که منو. اما ده اصول نظر نه تر ولسم ده سرطانه پوری انتظار باسو سده انتخابات مستقل کمیسیون نتایج اعلام او مقپوسو تپا اساسی اسناد و شواهد بانده دا ولس مبانده غکره او مبانده دا امانت سپارل. سوال دیگه پیدا میشه، یک پروسه منسجم و تنظیم شده وجود داره که در او شکایت درج میشه، مورد بررسی قرار میگیره. چرا تیم محترم همگرایی و اصلاحات از این پروسه پای بیرون میکنه؟ آیا ترس دارن که شکایتاشان بیجاست و مورد قبول قرار نمیگیره؟ ما خود ترس نداریم. ما 1800 شکایت درج کردیم و امید داریم که شکایت ها مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین هر نوع پای کشیدن از پروسه تنها یک چیز نشان میده: اعتراض و شکست با عرض. مملکت دشواری ها داره، مشکلات داره و در بحرانی ساختن هیچ مشکل این مملکت رو حل نمی‌کنه. مردم افغانستان با قبولی خطرات زیاد در این انتخابات سهم نگرفتن که با بحران مساوی شد. مردم شفافیت میخواهند، مردم تعهد به قانونیت میخواهند و تقاضای ما احترامانه از جناب دکتر صاحب عبدالله و یک شخصیت ملی حاکمیت قانون قبول کن، نه به ای که گوش بده به توصیه افرادی که محرزانه فکر میکن. افغانستان از همه ما کده بزرگتر است. در المثل و ایتزان جهان دینی زوایم زد نیم تلدی افغانستان.
چون سوالای پیش شده پشتنی راه دیدی ولی در تیم بریالش یا برای توقعات دی ترس نتایج هر شاید افرای جلشون او پلاس کدی او بیاده ولست نتیجه اسناد برگای ثبت آرا نشان میده که این تیم در 34 ولایت افغانستان رای خود بالا برد. از پنشیر تا هرات، از نیمروز تا خوست و کنر در تمام ولایت افغانستان ما شاهد یک اماس هستیم از دایکندی تا فاریاد که تعداد رای ما بالا است. و این اسناد و شواهد امید است که وبسایت کمیسیون بعد از 11 سرطان به تصویب است. ما قضاوت فعلی نمی کنیم، مقایسه نمی کنیم، چون پیش داوری را گفتم که نشیم. اما چی را ما ثابت کردیم؟ اول این تیم یک تیم وحدت ملی است. شخصیت هایی که امروز در اینجا حضور دارند با آسانی گرد هم نماند. جناب احمدزی مسعود فیصله را به این آسانی نکرده که یک تیم وحدت ملی را تشکیل کنه. جناب جنرال صاحب دوستم، جناب قانونپو صاحب دانش، تمام بزرگای ما مثلا بعد یاد میکنیم جناب حضرت صاحب، جناب پیر صاحب این فیصله را با آسانی نکرد. جناب ارسلا صاحب، همه بزرگای ما نادری صاحب. چرا؟ چون ما عقیده راسخ داریم که هر افغان مساوی با هر افغان دیگه است. هیچ افغان از هیچ افغان کده کمتر نیست، هیچ افغان از دیگه افغان کده برتر نیست. همه نگران بودن که انتخابات خدای ناکرده قومی خواهد شد. آیا ما اجازه دادیم؟ نه خیر. سیاست لغزش زمین نیست که حادثه طبیعی باشه. سیاست محصول فکر، تدبیر و اراده است. او مگو خودنا چې د ملي وحدت تیم یو افغانستان واحد او پیاوړی ولس دی. مخصوصا هغه افرادونه چې په پښتو باندې ما ته ویلې چې تا ته ځکه رای نه درکوو چې ته پښتو وایې زه ویاړ کوو. ویلې ډېر افراد دي چې پښتو وایي، ډېر افراد دي چې له کلي نه بمي، ځکه رای درکوو چې د ملي وحدت ټیم لرې، دغه افرادو سره درېدلی او برنامه لري او له دې نظر نه موږ ثابته کړله چې د ملي وحدت ټیم یو او هر ګوټ افغانستان ته په دوه سترګو ګورو. از ما هیچ وقت در تصور ما نخواهد گشت که یک قسمت مردم افغانستان خدای ناکرده مشابه و گوسفند بسازید. این ملت خانه شیراست، این ملت گوسفندی نیست که از بازی نخورد. ملی اراده چی میگده؟ ملی اراده بدلون غواړي، ملی اراده ملی وحدت غواړي و درد همه مردم افغانستان مشترک است. قلب یک قلب است. اگر شریان ها محدود بود تیم تحول و تداوم این شریان ها را پاک میکنه و این قلب متحرک افغانستان، مخصوصا افغانستان مرکزی را به زندان جغرافیایی بدل شده دوباره به تحرک می‌اندازد.
دوم، تیم ما نشان داد بهترین وقت است که وارث حقیقی جهاد افغانستان ماستیم. جلسه بزرگ 3000 نفری علمای افغانستان در تاریخ افغانستان بی‌نظیر بود. شخصیت بزرگ ملی افغانستان جناب حضرت مجددی و شخصیت روحانی ما جناب پیر گیلانی و تمام نهادهای جهادی ما که حضور دارند هم سافر 3000 عالم فقه حنفی و فقه جعفری همزمان یک قطعنامه ملی را تصویب کردند و جواب اتهامات بیجای با زبان فارسی خود داد. اینا چی کردند؟ مسجد به مسجد کمپین رخ داد و علمای کرام چند چیز بنیادی را تثبیت کرد. اول، فتوا دادن، خطبه کردن، از زن و مرد افغانستان دعوت کردند که در انتخابات سهم بگیرند. در تاریخ افغانستان به این اندازه زن مبارز افغانستان در انتخابات سهم نگرفته بود. خواهرای گرامی، از همتان تشکر و علمای کرام از شما تشکر که پس به اساسات دین مبین اسلام زن مسلمان افغان به سیاست داخل کردیم. علمای ما، علمای کرام و شخصیت های روحانی ما یک دستاورد بزرگ دیگر هم تامین کردند. ولایات را که مردم فکر میکردند پس فرصت عزیز را نخواهد داشت که بیرون برای و رای بته و صلح آورده. دیباندی فکر رو که مگلا قدرت نیم رسیدی صلح مواسته. ایله ده که وطنوال جشن نیستی که هغه ولس ولایتو که ټولو فکر کوو ماشینګانې به وچلیږي رای وکرل چې خلک ووتل په ډولونو ووتل مننه له ډولونو نه نو سوله موږ غږ وکړه چې واورو نو وخوایندو ټول یو ولس یو راسي د انتخاباتو صندوقونو ته ټول راغلو دا لبیک معنی څه ده؟ انشاءالله تعالی دې خاورې کې به پایداره سوله راسي او ژر به راسي. موږ ژمنه کړې وه چې د مکتب و د جومات د مدرسې و د پوهنتون د ارګو د جوماتو د خانقاه فاصل واټن لرې کوو. لرې نه کړله په عمل کې بیا ثابته کړه. ما برای حل تضادهای سیاسی کشور گام‌های بزرگ گذاشتیم. تمام شوراهای حزب اسلامی، حرکت انقلاب اسلامی، جناب همدرد، جناب فردوسی، جناب دانش، جناب احمدزیا مسعود دست اتحاد به هم دادیم. یکی از موثرترین کمپاین ها را در سرتاسر افغانستان اجرا کردیم. از وکلای معظم پارلمان، از سناتور صاحبان از صمیم قلب ابراز تشکر میکنیم که کابل خالی کردین، رفتین به ولایات و به ولسوالی ها. موجودیت شما در ولایت و ولسوالی ها سبب ازی شد که از تقلب وسیع جلوگیری شود. تشکر. در 34 ولایت افغانستان جوانا و زنای افغانستان خانه با خانه کمپین کرد.
و منشور ما را به هر گوشه افغانستان رساند. و نقش پوانتونا که دوباره از رخصتی ها برگشته بودند باز هم نهایت اساسی بود. از تمام همکارای مسئولین پوانتونا و غیره ابراز امتنان می‌کنیم. ما 50,000 ناظر که متحد، تعلیم دیده و مجهز به کمره ها بودند در سرتاسر افغانستان بسیج کردیم. ناظرین ما از تقلبات گسترده جلوگیری کردند. از هر کدامتان تشکر و از تعهدتان. و کمرهایتان موجود است. اسناد تقلب در کمرهایتان است که پیش کمیسیون شکایت تسلیم میشه. همچنین نظام سرتاسری ترانسپورت با کمک شبکه‌های وسیع گرفتیم و از تمام کمک دهنده ابراز می‌کنیم. اینال بینیم سر چند تصمیم که دو تیم گرفتن و نتایجش بود. اول ما کاندید ملت بودیم، جناب دکتر صاحب عبدالله کاندید جمعیت. ملت و کاندید خود رای داد. و میشه انشالله. دوم، ما تمام سوالهای ملت را جواب دادیم. جناب دکتر صاحب عبدالله حاضر نشدن که یک مناظره ملی همراه ما سهم بگیرن. خب خاصیت موجوده. تشکر. ما نمیدید. مشکل ترین سوالات مردم افغانستان ما به پیشانی باز جواب دادیم، مثل که در افغانستان مرکزی موزله کوچی و دیشین که یک معضله ملی بود با کمک همه‌جانبه استاد دانش در چارچوب تعهدات قانون اساسی ما توضیحات واضح دادیم. در شمال افغانستان در حضور جنرال سردوستان سوالای مشخص جواب دادیم. در کدامن با جناب معاون صاحب آمدزیا سوالات مشخص باز جواب دادیم. اگر یک تیم حاضر است سوالای ملت جواب بده و دیگه حاضر نیست، دیگه ملت خودش تصمیم میگیره. همه تو که ما کل مردم افغانستان مردم درجه اول میدانیم، ما با ولایت درجه دوم و درجه سوم باور نداریم. هر ولایت افغانستان یک ولایت استراتژیک است، باید به اساس اهمیت استراتژیک خود مورد توجه قرار بگیرد. برنامه مشخص به هر ولایت افغانستان ارائه کردیم. مردم خود در پروگرام ما دید. و مهمتر از همه، ما مردم افغانستان از نگاه اقوام تنها ندیدیم، از نگاه اقشار دیدیم. منشور زنای افغانستان با کمال افتخار قبول کردیم و به زن افغانستان به حیث شخصیت حقوقی احترام قائل هستیم. همچنین برنامه ما، بحث ما با جوانای افغانستان با کمال افتخار توسط 6 میلیون افغان ملاحظه شد. اگر 6 میلیون افغان میبینه به یک نظر پیدا میکنه. من میخوایم سر یک موضوعی که مردم ما را بسیار زجر داده یک چند کلمه صحبت کنم. حق رایدهی، انتخاب شدن و انتخاب کردن یکی از حقوق اساسی قانون اساسی ماست. امروز بدبختانه یک فضای ایجاد شده که حق مردم ما مورد سوال قرار گرفت.
مردم ما در دورترین نقاط بدخشان، در شغنان، در درواز، در ارگو زیادترین خطرات تحمل کردن رای داد. مردم ما در قندار، ارزگان، علمند، مردم ما در افغانستان مرکزی در تمام نقاط دولتشان، همچنین مردم ما در خوست، در پکتیا، در پکتیکا رای داد. آیا این وقت از این نیست که جشن بگیریم که مردم اشتراک کردن؟ سیاستمدارای ما یک قسمت شد ضرورت به افغانستان شناسی داره. خوست ده اتیا کال مخی خوست نده، لس زره محصلین به شیخ زاید په پوهنتون کې دي په بهترین سویه درس وایي او فکر کوي. خوست د منطقې د تجارت مرکز ده. شپېته زره خوستوال یوازې العین کې کار کوي، ټولې پیسې لګي. د خوست پیسې د قاچاق پیسې نه دي، د کار پیسې دي. تاسو فکر کوئ چې یوازې وزیر اکبر خان کې ښه کورونه دي، د خوست کورونه وګورئ، وزیر اکبر خان کورونه به میل شي. یعنې خبره په دې کې ده چې دا ولس باید بېرته وپېژنو. نو زه غواړم تاسو ټولو په استازیتوب له ټولو خوستوالو نه اول مننه وکړم چې ووتئ، تړون هم که، چغه مو کړله، ناره مو کړله، ټول یې ووتئ. او دوم زه غواړم د افغانستان د ټولو سیاستمدارانو په نمایندګي تاسو نه معذرت وکړم. وقت عزیز که هر کس که در سیاست در افغانستان سهیم است و تمام مردم افغانستان به نظر احترام بید. و یک نقطه افغانستان نظر که مساوی نباشه عدم احترام به تمام مردم افغانستان و امید است مردم افغانستان فردا به یک آواز وحدت ملی خود دوباره تسلیم کنند و انتخابات بعد از اعلان نتایج به یک جشن ملی مبدل کنید. بله موضوع تقلب. تاسو ټول شاهدان چې بار بار ما جناب ډاکټر صاحب عبدالله تعالی وړاندې کړ چې راسه ما سره یو تړون وکړه چې یوه تقلبي رای نه ته ومنه نه زه منم. این دست باز ما باز ماند، هیچ وقت به این دست کس حال نداد. آدم باید اراده داشته بود. یعنی عرض ما چیست؟ هر رایی که امروز تقلبی باشه و توسط کمیسیون ها تثبیت شود ما او را مردود میدانیم. پرسان کنین از ملت افغانستان که رایتان به کیست؟ ما نمیخواهیم به زور هیچ وقت به حکومت برسیم. جای ما قلبای مردم افغانستان است. ما میخواهیم صاحب قلب مردم شویم. بنان هر نوع مکانیزم که در چارچوب اصول و قواعد وضع شده که هم
تیم تحول و تداوم و هم تیم همگرایی و اصلاحات در روز اول ثبت نام با او امضا کردیم، مورد قبول است. هرچی شفافیت بهتر شود ما طرفدارش هستیم. اما یک نکته باید واضح باشه، افغانستان و پروسه ملی انتخابات کسب چالش مواجه کردند. آرامی ما را سوی تعبیر نکن. بارها زیر سر ما تهدید مرگ شده، ما تیم هستیم که از مرگ ترس نداریم. تنها و تنها از خداوند جل شانه ترس داریم و تسلیم به اراده ملت هستیم و حاکمیت قانون. بنابراین از زبان تهدید خودداری کن. هرچی افغان تهدید شود زیادتر موضع سخت میگیرد. هرچی با افغان با زبان نرمش و مدارا صحبت کنین تواضع ما زیادتر میشه. ما میخواهیم ملت با تواضع خود جذب کنیم، اما از زبان تهدید زبان کشمکش باید خود دارش. این ملت نتیجه کشمکش ها را دیده کشمکش نمیخواد. هر کسی که پروسه را با کشمکش مواجه کنه به انزوا میره. از این جهت تقویم انتخاباتی قابل بحث نیست. نتایج مقدماتی از طرف کمیسیون محترم انتخابات باید به 11 سرطان اعلام شود تا ملت افغانستان بدانه که به کی رای داده. و نتایج نهایی در 31 سرطان باز باید اعلام شود تا ملت افغانستان بدانه که زعیم مشروعش کیست. توقع ما از جناب همکار محترم ما دکتر صاحب عبدالله چیست؟ با پروسه اصلی برگردیم و با اساس اصول و قواعد که با او دور اول به نتیجه رساندیم و دور دوم ما بینش اشتراک کردیم، به می اساس و اصول نتایج انتخابات به مشروعیت کامل و به شفافیت به پیش ملت انجام بدیم. ساده است. هیچ کس فوق قانون نیست، بنابراین قانون مراعات کن. در آخر پیام ما به مردم ما چیست؟ مردم ما نگران دسترخوان خود است. مقدار بیکاری روز به روز زیادتر میشه. رشد اقتصادی به سقوط آمد. مردم نگران مسئولیت خود است. مردم نگران آینده اطفال خود است. از همه قدر مهمتر مردم ما وقت ندارن که به سردرگمی برن. اگر سیاستمدارای ما وقت سردرگمی دارن، مردم ما وقت سردرگمی را ندارن. ولس داسې حکومت ته ضرورت لري چې ورته ځواب ورکړي. غوښتنې په عملي برنامو باندې بدل کړي او ورته وښیي چې د ملت خادمان دي، نه بازاران. مردم ما ثابت کرده
که اراده سیاسی بر تحول دارد. این اراده سیاسی باید به یک اراده سیاسی سرتاسری بر اصلاحات پایدار مبدل شد. بدون از این آرزوهای ملت عملی نمیشه. ملت بود که تصویر افغانستان در دنیا تغییر داد. چون ملت تصویر افغانستان در دنیا تغییر داده، آله ما باید این اراده ملی را در حکومتداری تمثیل کنیم. قشر سیاسی افغانستان وجیبه ملی و اخلاقی داره که آرزوهای ملت عملی کنه. از این جهت ما باز هم تکرار میکنیم حفاظت از هر رای مشروع ملت وظیفه اساسی ماست. هر پاک رای چه غرزول سوی دیو افغان د سیاسی اراده نتیجه ده. دی رایو تا په قدر وګورئ، کمې مه بولئ، ځکه له دغه رایو ملت جوړ